اگه 1 دقیقه گوش بدی، دیدت به زندگی عوض میشه. پدر، اگه کل این منطقه رو بهت بدم، چطوری ازش پول در میاری؟ پسر، یه مزرعه گاوداری میزنم، درآمد ثابت و مطمئن. یه فصل بعد بیاری، همه چی رو از دست میدی. این یه فکر خطیه. پدر با دست به قله اشاره میکنه. باید چند سطحی فکر کنی. اون بالا یه اقامتگاه لوکس میسازیم، اینفلوئنسر میاریم، معروف میشیم، بلیت ورود رو $200 میذاریم. فقط 10,000 نفر بیان، درآمد $1,000,000 و این شروع بیزینسمونه. شاتل برقی، قرارداد 5 ساله، $20,000,000 تضمینی بدون اینکه کاری بکنیم. چطوری از قبل همه چی رو میبینی؟ پدر لبخند میزنه. وقتی مثل بقیه فکر کنی، هیچ وقت امپراتوری نمیسازی. امپراتوری ها با فکر متفاوت ساخته میشن. اگه فکرت فقط یه خطه، بیزینست هم همونقدر کوچیک میمونه. ولی اگه حاضری چند سطحی فکر کنی، قدم اول همینجاست. کامنت بذار اگه این زمین مال تو بود چه کار میکردی؟ لایک کن اگه حاضری فکرت رو ببری بالا. شیر کن با کسی که وقتشه زاویه دیدش عوض بشه. یادت باشه امپراتوری ها با فکر متفاوت ساخته میشن، نه با تکرار مدل های قدیمی.